بعضی برادرها بسیار تاکیدی در تاکید زنگ بسیار هم زدم التماسات جا داملا نسبت همون یک شخصی که قرآن توهین کرد اسلام توهین کرد نسبت چی جای داملا ها تمام روحانیت حتی تمام مسلمانان سخنای قبیح گفت چی فکر داری یگان جوابش نمیدی چی جای تعجب داره همین شخصی بوگین شپشک زده کسی را ببینه گمان میکنه که همه شپشک زده هم مثل خودش آدم پیش از اون که گپ بزنه یک بار اقلا گریبان خشب بو کنه که چی بوی داره چی رنگ چی شکل داره سبحان الله چی جای اتیکای ژورنالیستی عادی ترین اخلاق و آداب انسانی را نمیدونه والله کرای گپ نداره حیف است در همین طایفه مردم گپ زدن حیف است اما به خدا قسم من امیرا به شأن خودم زیبانده نمیدونم من میدونم که برای همین طایفه مردم سخن حیف است من همین آدم لایق گپ خودم نمیدونم نمیدونه که پگه به او چی واقعه رخ میده و ما تدری نفس بأی ارض تموت هیچ کس نمیدونه که در کدام زمین در چه حال در چه وضعیتی میمونه ولی این مرد قدری خدای آخی که ساعت شما دیگه خداوند با کسی مشورت نمیکنه با کسل بیماری میکشم یا مثلا در صدمات نقلیاتی میغلطی میبری یا که مقصد که یگان سبب دیگه میشوه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون همون وقت ساعت اجل اومد دیگه با انسان یگان لحظه دیگه اجازه داده نمیشه واقعا یک طرفت العین دیگه رخصتت نمیتن اگه خشو به قول کسی که وقتی رفت تیار است آمادگی داره کلواری سفرش همراهش است با خدا قسم این آدما با خشنودی و خرسندی میروند دیگه در قلب ارمان ندارند وای وای به حال کسی که تنبلی میکنه کاری امروزه را به فردا میگذاره چیزی را که امروز انجام دادنش امکان داره ترکش میکنه که خیلی پگه درهای جنت وا بود امروز از بی‌دماغی گفتیم فردا خدای تعالی درهای جنت هم میگه برامون باز کرده است تمام شرایط امکانیت برامون فراهم آورده است از روی تنبلی و از روی بخشی به فردا و فردا دیگه انت موقوفش میگذاره این کار اصلا از روی خیرات نیست از روی عقل نیست حیات به نهایت مهم لازم است دنیا زمین کشت آخرت است مزرعه آخرت است جو کاریدی جو میگیری گندم کاریدی گندم میگیری اگر خور کاریدی خور میگیری عجیبش همی است که بعدی از دنیا رفتن هم اگر عمل خیر نکرد مونده باشه نوم تا به نیکی یاد میگیرن به خیر یادت میکنن میگه اگر به شرطی که کارای ناخوش ناخوبت مونده باشه همین با یاد کسی راستی لعنتت میکنه و لعنت یادت میکنه اگر لعنت هم که نگه اصلا در اسلام لعنت گفتن مرده ها را مقصد که سخنهای قبیح گفتن خوب نیست برای که جواب سوالشون کردیم اما به هر وجه میگن که آدمی خوب نبود خود جوان مردی نداشت سعی کردن در کار که همین دنیا کیروی نداره آخی شیخ حکیم فردوسی میگه بیا تا جهان را به بد نسپاریم با کوشش همه دست نیکی بریم نماند بجز نیک بد پایدار همون به که نیکی بود یادگار غیر همین نیکی و بدی انسان چیزی باقی نمیمونه شخصی عاقل شخصی را میگن که از اون نیکی و خیر یادگار بعضی برادرها بسیار تاکیدی در تاکید زنگ بسیار هم زدم التماسات جا داملا نسبت همون یک شخصی که قرآن توهین کرد اسلام توهین کرد نسبت چی جای داملا ها تمام روحانیت حتی تمام مسلمانان سخنای قبیح گفت چی فکر داری یگان جوابش نمیدی اصلا جای تعجب نداره از کوزه همان برون تراوت که در اوست همین کوزه چیزی داشته باشه از درون کوزه همون خالی میشود چی جای تعجب داره همین شخصی بوگین شپشک زده کسی را ببینه گمان میکنه که همه شپشک زده هم مثل خودش آدم پیش از اون که گپ بزنه یک بار اقلا گریبان خشب بو کنه که چی بوی داره چی رنگ چی شکل داره سبحان الله اصلا همون صحبت ما که اطرافش قدر
ماجراها شد، صحبت اینم نیست. او صحبت تاریخی زیاده از 10 ساله دارد. این زمانهای خطیبی ما است که اطراف دین ها صحبت کرده ایم که در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دنیا چی دین ها بودن. درباره دینی بودایی را صحبت کردیم، درباره دین نصرانی و دین یهودی و حتی دین برهمنی صحبت کردیم و هر چی که گفتیم به حجت دلیل گفتیم. آخه برای دلیل حجت رد کردن، حجت دلیل در کار است، علم در کار است. با کلای خوری جواب گفته می شود. از فردوسی مثال آوردگیم. حجت دلیلامون از کتاب ایران در عهد ساسانیان ارتور کریستیانسنی دنیگی است، عالم دنیا، یکی از معروف ترین معرخایی که با تاریخ ایران آشنایی داره و محقق است. حکیم فردوسی را دین زده گفته تهمت زده نشود. ارتور کریستیانسن که اصلا از دنیا است، دینش هم نصرانی است، او را یگان فناتیک و متعصب اسلامی گفته نشود. دیگه از روی همین عجز بیچارگی و ناتوانی بعد همین زبان با تعرض درست کردن، مقصد که سخنهای قبیح گفتن و خدا قسم عیب است. این از روی عقل فراست هم نیست. همین ژورنالیستی که چه جای اتیکای ژورنالیستی، عادی ترین اخلاق و آداب انسانی را نمیدونه، والله کرای گپ نداره. حیف است در همین طایفه مردم گپ زدن، حیف است. سبحان الله. اصلا منقورته که بابا و بابا کلون خچا جلک پوشی شبش زده میگه حقوق معنوی درباره ارزش های معنوی، ارزش های ملی، ارزش های گذشته ها گپ زدن نداره. تعجب ده بابا کلون ایتو کاستومی ورساچی میپوشیده که جلک پوشه تا نمیزنی. اگه خدای تعالی کسی را هدایت نکنه هیچ سخن تاثیرش نمیکنه. اما به خدا قسم من امیرا به شأن خودم زیبانده نمیدونم. من میدونم که برای همین طایفه مردم سخن حیف است. من همین آدم لایق گپ خودم نمیدونم. حضرت شیخ سعدی خدا رحمت و مغفرتش کنه میگه سگ پای صحرانشین گزید، به خشم که زهرش زیدندون چکید. شب از درد بیچاره خوابش نبود. یک صحرانشین است، سگ پوش هم میگزه. همین گزیدن سگ بسیار خطرناک است. دیده که اگر کسی را سگ بگزه در گرد نوفش چندین اوکال میزنن، خیلی وقت موضوع میشوند. بیچاره از شدت درد میگه شب خوابش نبود. شب از درد بیچاره خوابش نبود. به خیل اندرش دختری بود خورد، پدر را جفا کرده تندی نمود که آخر تو را نیز دندان نبود. یا دخترچه خورد داشته است، همون فرزند کنجکیش. فرزند کنجکی بسیار عذیب میشود. همون کودکک ولی میگه عقلش پره نیست. یکی قهرش کرد، یه پدر بود آخه او خونه سوخته گز سگ گز ایده ترام دندون داری که آخه ترام نگشتی بگزش بدبخته. پس از گریه مردی پراکنده روز بخندید که مومک دلفروز. محال است اگر تیغ بر سر خرم که دندون به پای سگ اندر برم. میگه همون جانش تنگی داره، در گپای کودک خندش گرفت. بچه جان گفت اگر تیغ در سرم که بزنن من پای سگ نمیگزم. توان کرد با ناکسان بدرگی، ولی که نباید زی مردم سگی. همین ناکسا میشوه که خطیش همتری رفتاری درشت کنی، نه که انسان باید سگ نشوه. انسان از سگ فرق میکنه، ولی که نباید زی مردم سگی. سبحان الله. من همین خدا را سپاسگزارم، شکرانه نعمت پروردگارم میکنم که به همین بزدلا وظیفه و منصبای بلند نصیب نمیگردونم. همیو را امکانای فراخ و وسیع نمیتن و ایلو به خدا قسم بلوی سری مردم بلا و افتهای می آوردن، فتنه های را برپا میکردن. اما الحمدلله رب العالمین که گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. اند شاخی گاو اگر خر داشتی، هیچ کس را پیش خود نگذاشتی. خداوند آداب اخلاق با آموزونه. اصلا انسان با اخلاق و آدابش زیبنده است. انسان از روی همین گپی میزدگیش
نسبتش قضاوت میکنن. گپی خوب که گفتی خوبت میگن، بد که گفتی بدت میگن. المرء مخبوب تحت لسانه لا تحت طیلسانه. مرد همیشه در پشت زبان شای، در زیر لباسش نیست. مرد پنهان بود به زیر زبان، تا نگوید سخن ندانندش، نگوید لبیب خوانندش، زیشت گوید سفه دانندش. وقتی که سخن گفتی، اگر سخن خوب گفتی، سخن پرمضمون گفتی، سخن با حکمت گفتی، میگن حقیقتا خدا پدر و مادرش رحمت کنه که همین آدمی خوب بوده است، عالم بوده است، عاقل بوده است. اما اگر همین از زبان دشنام و خباحت اهانت که برآمد، میگن همین هیچ آدم نبوده است و هیچ کس نبوده است. خداوند آداب و اخلاق برامون نصیب روزی بگردونه. اصلا این دین اسلام دینی با ادب است. سروری تمام با ادب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که خدای بزرگ با وجود این قدر معجزه‌ای که حضرت صلی الله علیه و سلم داره، با وجود اون که تمام نشانه‌های کمال انسانی را خدای تعالی براش نصیب گردونده است، در قرآن با انمی آداب و اخلاق ستایشش میکنه. و انک لعلی خلق عظیم. ای محمد صلی الله علیه و سلم بدرستی که تا اخلاق بزرگ حمیده داری. مصطفی را هزار معجزه بود که به مردم همه نمود مقیم، بهترین هزار معجزهش ادب نیک بود، خلق عظیم. خداوند محفل مبارک بگردونه. پروردگار توی نکاحی که ما و شما دعوت شده ایم، اولا ایرا برای پدر و مادر عروس، بعدا برای همین خواهرمون که توی عروسی دارد، از برای برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارند، از برای مسلمانای این دهه تبریک و تهنیت میگوییم و امید آرزوی تمنای او را داریم که پروردگار بین عروس و بین شهبچه الفت، مودت، محبت و خیر برقرار سازد. خداوند از دامانش و فرزندای خوب، صالح، عالم، قاری و محیب و با ادب به دنیا بیارد تا جامعه را اصلاح کنند. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. тақдимоти канали Ҳоҷи Мирзо официал баҳри оромиши қалбҳои шумост. дар канал обуна шавед ва зангулачаро пахш намоед то аз наворҳои мо бохабар бошед.